دوستان ارجمند اصلا همه صفت ها و سخن های زیبا را در اینجا گفتم در حق برادر ما ظهور و براستی باعث افتخار است که یک فرد یک انسان میتواند با زحمتش با تلاشهایش اصلا مهمش با هنرش با ذهنش برای یک جامعه برای آینده ما بسیار چیزهای عجیب کشف کند مهیا سازد. من نگاه میکنم به این اون چای و اون نوشاکی و نمیدونم اون تغذیه ها و اون چیزهایی که ملاظهور برادر ارجمند ما کردن، این روزنامه ها که چاپ کردن اساس گذاشتن و مجله که برای سلامتی انسان است و در یک عمری فرض کردیم 50 ساله یک بچه‌ای که از کوپاره ها می آید همین قدر کار میکند. این کس هم صاحب فرض که درمانداروها هستند، هم صاحب سخن هم هستند و چنانه که اینجا عرض کردم منم در همین مابین ماه می در مسکو بودم و در اونجا جشن استاد میرزا ترسنزاده بود و با ملاظهور برادر عزیز روبرو شدم و دیدم که در اونجا در یک مدت کوتاه ملاظهور و محیط ادبی مسکو چقدر قرین شده است، چقدر پیوند شده است و بسیاری اون رو دوست می‌دارن، نه از میشناسن ملاظهور و حتی که یک کتابشون هم ترجمه کردن، چون ترجمه های روسی شد در مسکو چاپ شده است و این هم باعث افتخار ما بود. باعث افتخار شخصا من افتخار کردم که یک نفر فرزند تاجیک هم در تیم هم در ادبیات هم در روزنامه‌نگاری همه خیلی یک موقع را صاحب شده است. این از خلقت خود ملاظهور می‌باید، چون که یک انسان بسیار پاکیزه است، یک انسان بسیار صمیمی است، با هر کسی که مناسبت کند از ته دل مناسبت میکند و خیرخواه است. در خوجه‌آب گرم من دیدم که در در و دیوارهای خوجه‌آب گرم پاره‌های شعری ملاظهور ثبت یافته است و در بسیار جاها و عضو اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان چند سال عضو هستند. در تمام نویسنده‌های تاجیک و ملاظهور بسیار اخلاص دارند، احترام دارند، دوستشون می‌دارند. امروز باید رئیس اتفاق نویسنده‌ها اسکر حکیم در اینجا میاد کمک کتابشون نشده است. عملاً توبه می‌کنیم. یا همون چی فکر کرده است. به هر صورت نو در اتفاق نویسنده‌ها یک افتخارنامه تأسیس یافته است و گمان من اولین افتخارنامه اتفاق نویسنده‌ها به ملاظهور طاهری داده شد و ما روزش از جشن استاد قناعت آمدیم و اون و در دستی روشن مونده است، روشن نیافتیم. به هر حال اون چیز نقد است و یک سبدگل از نام تمام نویسنده‌های تاجیک به شما چی میکنیم محبت اونها است، صمیمیت اونها است و چون امروز جشن استاد مومن قناعت در وادی ایثار بود، من آرزو میکنم که مثل معلم از پی معلم به 70 روید، اون کس 80 ساله شوند، شما به 70 رسید و همه خیل تا سر من آرزو میکنم که 50 ساله های سیاه شما همه خیلی دستی خطور دست. دیگر در مسکو کسی را میبینید میگن که داروی جوانی در همین طبیب تاجیک داروی جوانی را کشف کرده است، همون است که دریافت کنند. دستی خطور دست. انشاءالله که تا صدا میریم و یک جایه با جشن میگیریم. مبارک باشد به شما، به خویش تبارهای شما، بین مادر ما که در اینجا نشستند، بسیار بین برادرای ما، این جشن به همه ما و به شما سلامتی و برا در کاراتون، در کارهای علمی و ایجادیتون. تشکر.